بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ. من یکی در یک جای نگهبان بودم. ساعت یک شب حمله سرم آمد و مردم بیگانه مرا شفاخانه آورد. که شفاخانه که آوردن تداوی کردم، از ویژه 400 بستر کابل رای کردن. 400 بستر هم مرا دوا داد، پس رای کرد خانه. عکس و چیزام گرفتیم. دیگه دوای پیسه خارج و چیز من نداشتم. داخل هرچی که تداوی کردیم بهتر نشدیم، بدتر شده رفتیم. این سمت راست ما مال کم کم از بین میره. دیدیم 5 سال شد از من. طول 5 سال حالی هم دوای کافیه که ما بخورم ندارم. تو دوای کافی را بخورم. فعلا هم اینجا دکتر صاحب دواخانه داره در بازار. همسایه ماست خیلی ببینه یکم دوا را همون برون رایگان رای کردن میره. دیگه بدر اینمی دوا را نقصا را که گرفتیم پیش دکترهای سری ما بودجه نداشت، پیش دکترهای سری برام و یکم دکتری که رفتیم دوا که گرفتیم نتیجه نداده. ما را گفتن برو خارج که ما بودجه داخل ندارم که پیش دکتر سری برام. خارج هم که ما رفته نتانستیم. فعلا مصرف خارج ندارم. همینجا تو دوای ما کمکی هست. تو دوای صحیحه که برای ما مفید باشه نیست. عکس یک که در 400 بستر گرفتیم. این نقصایی هست که در کابل در یکم دکترهای شخصی رفتیم. دیگه نه توانایی عکس گرفتن داشتیم نه تانستیم بریم. عکس امارایی مثلا. شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردن اسباب. نانآور خانه ما هم 2 تا بچگکایم بود که یکش همونجا کار میکرد، یکش که تحصیل کرده بود تو هم بیکار بود. یکم پروژه شخصی اگه پیدا میشد میرفت کار میکرد، نمیشد تو هم بیکار بود. حالا هر دوی هم رفتن ایران هم که قیمتی است. اونموجا که کار هم میکنن و ما چیزی رای کردن نمیتونن، میکنن و میخورن. ما از این نمیجی قرض وام کرده و روزگار خودم میچلانیم. دست راستم یک کم شیمه داره، سمت چپم پایم که با کلی فلجه دستم یک کم تا بالا میره، ولی توانایی چیزی گرفتن ندارم کتش که تو بگرم بالا کنم یا چیز کنم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان نهایت گرانقدر، امیدوار هستم که از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین و از صحت و عافیت برخوردار باشین. امروز ما به خانه یکی از بزرگوارای دیگر آمدیم که آنها قسمی خودشان بیان کردن تکلیف فلج مواجه شدن و یگانه کسی بودن که در خانه کار میکردن و ماشاءالله قسمی که من همراهشان صحبت کردم نجار بودن و متاسفانه با این مریضی که عاید حالشان شده اینا دستشان از کار گرفته شده و ما از طریق بنیاد خیریه باران رحمت پیش حاجی صاحب آمدیم. انشالله کمکی را که برادرها در نظر گرفتن برشان میتیم. حاجی صاحب چه دارین؟ شکر خدا زنده باشید. چطور است؟ امی قصه کردیم که یک طرف فلج است. بله یک طرف هم از کار افتاده است. و پیش دکترها و ایام که در کابل رفتین نتیجه نداد. نه. دوستان عزیزی که علاقمند به این هستن که حاجی صاحب کمک کنن تا بتانن امو تداوی ابتدایی خود پیش ببرن. انشاءالله ما در خدمت هستیم. اگر کس علاقمند بود باز ما شماره حاجی صاحب بر شما در واتساپ میپرتیم که هر کس کمک میکرد مستقیم یا غیر مستقیم انشاءالله برشان میرسن. حاجی صاحب ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت به شما آمدیم. یک تحفه براتون داریم، انشاءالله ایره بر شما تقدیم میکنیم. دیگه خداوند این برکت برده بر فعلا که چیز شود. من ایره بر شما حساب میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
این 10,000 افغانی را از طریق بنیاد خیری باران رحمت که دوستا کمک کرده بودن به شما آوردیم. خیر بید انشاءالله الله متعال این برکت برده. الله آمین. دیگه امیدوار هستم که دوستا ما کلیپ برشان پر میکنیم. هر کسی که سهم گرفتن در کمک انشاءالله خدمت. خیر بید خدا برکت بده باران شما خدا خیر بده برکت بده دشان اگر کمک هم بکنن به جای نیست مسلمان برادر مسلمان خود همیشه در افتادگی باید یاری بکنن کمک بکنن اگر بکنند هم که بر ما رد میشه اگر نکنند هم اگر کردند هم در یاد خدا باشن خدا برشان همه قدردگان اجر و پاداشش میدن. عزیزان قند مطمئن باشین که ما کمک های شما را به مستحق‌ترین کسا میرسانیم. شما حالت عیسی را دیدین و ما در تلاشی از این هستیم که از طریق بنیاد خیری باران رحمت لبخند بر لبان هموطنان مستمند فقیر و مریض خود بیاریم. اگر شما میخواین که از طریق ما لبخند بری لبان خشکیده بیارین ما در خدمت شما هستیم. الله متعال مزد مزید و اجر دارین نصیب تمام کسایی کنه که بنیاد خیری باران رحمت تمویل میکنن و کمکای خود بر همچون مستحقین میرسانه. الله متعال در آلتان و مالتان و اولادتان برکت برده و السلام علیکم و رحمت الله.